یه ویدیو دیگه من اومدم با بازی 448 پارت 1 اومدم با شما برای اولین بار بعد از مدت ها بازی 448 رو بازی کنیم و بریم سراغ ویدیو. Let's go. بریم سراغ ویدیو. Let's go. شروع بازی می‌کنیم و وارد بازی میشیم. بازی باشه تا دیگه باشه بودم. من خودم بعد اپیزودش بازی کردم، درست کردم، نصبش کردم و خریده بودم بازی رو بعد دیگه الان کامل فیکس همه اپیزوداشو بذاریم 24 رو بذارم تمام کنم کل این بازی رو همین و اینو سیو بازی من چی کنم اگه شاید شاید مهم باشه این حواسم بود که اتفاق حواسم بود مجرد کنم گرفته بعد این همه دیدیم بازی کاریم همه چون نه باید هم دیدیم بیرونی یا بیرونی بکنیم این عوضی رو دیدم باید دیگه باشد دیدیم این که کسی من نیستم بعد صرفه میکنه این من نیم روز کنه بودم دوانش رو بایدن چشمش رو هم خوب بردم باید جوری بهش کمک کنم تکرار شد چی داره بزارن دستمند برای این مجسمه چکانده شدهش میگوی سه جلس شده این مجسمه است اینجا چی میگوی شده خب let's go بریم جلو باید کارتش افتاد بنویسه نمیدونم چیزی رو افتاد از کجا افتاد خبر ندارم فکر کنم از تیما میگه افتاده نمیدونم من تو چکار افتاد میگه از خیلی نمیده منطقه بود خیلی منطقه داشته باشه کارت گرفتیم این هم مونده اینه گروفه شده این دکتر بروشه اینه هاشم خیلی افتاده اینه کمی شده اون حواسی هستش که جزمه کارتخان داره هیچ مهم نه فایده نداره بیشتر فکر کنم لحظه اینجا یک نفر این جسد قدیمی مطمئنا ربطی به این بقیه کشور نداره فکر میکنم کسایی که این آدم رو گذاشتن و حتی چشیش کنم آدم کنیم تبوتا کلی باید این یکی میتونیم به کله اون مجسمه بس کنیم کسی نمیدونن دارم بهشون میگم تو بشه اون در که باید چی کنم بعد کم کمی کارهای انجام هم باید یک دست بیل کدایی یاد کمک های اولیه من یک کلیک دارم
چرا سیمگشون برسه چون نمیگیری گو خنگه اصلا نکنم بدو من یکی بدو بدو zaten şunu çarp yani. Nice. Salak gibi. Onu خیر. کلید می‌زنم. واقعا چیزی نمی‌دونم نمی‌دونم. خدا شکر. کنه واسه دیگه نمی‌دونم. اوکی. حتما با یه وسیله خاص ببینیم. اینجا نمی‌دونم چیزی رو. اینجا با کارت باز میشه تو. صبح این دوباره. دوتام نمی‌دونم چیزی بود. شit. چکو یه جایی واسه برای اون نوشته شده از این چیزا یه خرف دیگه برنه خب بیرون فکر کنم باید یه نفر دیگه نگم ببین چی بود اینجا یه سکن توش یک سریشون دنبالشون میشن درگونه این بدبخت اینجا میگه هم من نمیدونم واقعا شده با این واسه اینجا استفاده خفه شو سواده بود واسه او باید اون یه جوری کمک کنم هرجوری هست دیگه اونو من نمیدونم اینجا یک چیز داشتیم باید اینجا لحظه سبزه نکنیم خیلی خوب نه با دست باید چه بینید که یکیش هم باز میشه واسطیه که ما میریم داخل بس بگم بس باز کنم باز میشه بقیه دیگه نمیشه خواه باشه باز کنم باز میریم با دست یا خواهی سکتیم اینجا هست میفتی واسه نه شد چرا نفتاش بله من دست اون کسی که دکتره رو مثلا اینک گفتشش منفی رو میکنیم نایم میزنیم تنو همین ایزی بیزی چپتر یک کامش قشنگ یه حرکت تکنیکی من بزنم واسه شما حال کنید خیلی باش یک غول بیابونی رو منور کنه بعد از گرفتن به چه رد شدن داشت رد شدن بگیر باش کنم خوبش بود باشه تبدت داریم کنه چرا هم میگرفت خیلی اینه کی اینجا گذاشتش من اینو بگیرم از 7 از ساموده اینجا بودم خواهی دهانم من سرویس میگنه اینو من سرویس دارم از کن دسته بده دو دیگه
خب این جواب کمک های اولیه رو میگیریم. بعد دیگه اینجا چیزی نداره خدا رو شکر. حالا میریم به سمت کی؟ لاله کورم هسته فکر کنم لو نمیدونم. ببینیم بعضی میدونم لو نمیدونم لو نمیدونم حالا چی مثل بلو به پشت 666 علامت شیطانی و 300 اینا بوده. بله 666 به این چه بدد میکنه؟ از نمیسیم و با من چه بددیم از نمیرسیم. من نمیدونم 666 بدم از این دردیم. گفتم اینجا ما بینیم یا بستار بینیم سریع نمیشه ما هم سریع هرچی میشه این بگیم بایست نکن فرار کن یا اول فرز اومد این برو احساس کردم 666 تمام ایزی. خب بعد نمیدارم من چاپ وجود داره. خب ما اپیزود اولش رو تمام کردیم فکر کنم. آره بله اپیزود اولش فکر کنم تمام شد. من اپیزود دومش رو من چی میکنم؟ خیلی نسخه کامل بازی میشه. قیمت نسخهش 20,000 تومن قیمتشه که آره من 8 تومن دومجدیش ندارم. قبلا کل بازی تمام کرده نمیدونم چرا. آره چرا فیلم نگرفتم دیگه من نمیدونم. خب دور بکنم باید آره اینجا هستش 4 تومن خب بچه ممنونم که ویدیو من تماشا کردین و از این ویدیو امیدوارم لذت برده باشید. لذت کافی برده باشید. لطفا کانال من رو دنبال کنید و ویدیو من لایک کنید و ویدیو من رو به دوستان رو معرفی کنید تا بازی ویدیو بالا حالا هرچی هستش. بعد دیگه همین ممنونم که ویدیو تماشا کردید. تا ویدیو بعدی میبینمتون. پیس اوت.